به خدا من نمیفهمیدم این اینجوری زنیه فاحشه کسی در میاد. اگر نه تو ترکیه هم بود 2 سال زیر پای من خوابیده بود، بدون نکاح خوابیده بود. خب اون روز من میگه 1 سال تو من استفاده کردی، من تو رو که 1 سال و نیم استفاده کردم، با عنوان زن استفاده کردم، زنم بودی. من نمیدونستم که تو اینجا نکاح کرده. میگه نه طرف خانه من نیا تا خانه من تبدیل شوه. و خانه که ما بعد فهمیدم خانه که تبدیل شود چرا. یک شب من ساعت 12 زنگ زده بود، یک مسافر میخواست تا خانه ما بیای، او را من رد دادم رفتم اینجا. شب اونجا بود ساعت 12 شب، من رفتم داخل خانهش، گفت دختر مخابل بچه بیدار است بیا. رفتم اونجا، همین کسکش فاحشه سیما رفت دنبال یک بچه دیگه از زیر تختش آمد بیرون. گفتم این کیه؟ گفت نه ما فکر نمیکردم تو دفعتا میرسی. خب این دیگه هر نفر 20 یورویی شده، 10 یورو 20 یورو اینطوری شده، هر که میخواد برد نوش جانش برد دیگه. این دیگه از ما جدا